سلام. چطور؟ ما امروز قولم دادیم به بچه های یوتیوبمون. چطوری؟ سر فیلم برداری بودم. خب دیگه سن یک عدد نیست. با موتور اومدم صبح، دیشب که تب و لرز تمام، صبح سرم، فیلم برداری عروسی با یه لباس هیوجی، یعنی نمیتونیم. سلام سلام سلام. کتابا رسید؟ اوه چقدر خوب. کجاست؟ آره یک دوتاشونو بذارین دیگه برای ما پارتی بازی بکنم. یه خبر خوب بهتون بدم. مرسی. بله کتاب دور همی بانو اول نمایش قبلی من نمایشم چاپ شده و دوست نازنینم اینجا در کتاب فروشی تئاتر شهرزاد این کتاب رو محبت میکنم، میتونین ازشون تهیه کنید. چند تا براتون دادن؟ اگه 100 تاست 50 تاش مال من، 50 تا من میام بعد اجرا. عالی عالی. فقط آره یه جوری بذارین که من اعلام کنم بعد چیزی. آره یکی دو سه تا میگم حتما فقط جلو باشه فکر کنم. میذاره ان شاءالله دیگه. سلام رضا، ببخشید. سلام بچه یه چیز نوشیدن. رضا حاج نوروزی دستیار من خیلی خیلی بی‌نظیر درجه یک. دو تا بازیگرامو سلام. ببخشید چطوری؟ نه حواسم نبود. میگه کرونا. اینا بچهای موسیقی من که خیلی درجه که من واقعا نمیدونم چرا روز اول روزمرگی یوتیوب من باید بیفته تو فیلم مرگی. مرسی انرژی داشتی. طوری میخونه ساز ایرانی، ساز خیلی استعداد خیلی شگفت کارم. آقای اسلامی عزیز حالتون چطوره؟ عالی درجه یک. آقا میشه انقدر فرو نرین تو نقش؟ بسته بیا بیرون. به سوزان هایگارد بعد میخوام زنده بمانم 6 بار رفت بیمارستان ها. به قرآن یه جوری بازی میکنه بنو، یه جوری توشه و اینجوری وایسی بکشی مرگر. بهتون یکی دیگه هم معرف کرد. سلام موجی طرح نازنینم. قول داده بودم به بچه من گیریم شدم، هیچ کی نگران نشه. یکی از بهترین عکاسای سینما و تئاتر و عکاسای خبری قدیمی همه چی خانم شیرین عابدین. بریم تو اتاق گیر. بچه‌ها این صحنه ما خیلی صحنه واسه ایرانیایی که نیستن میاریم کارو می‌خوایم ببریم. بازیگر خودمون کارو راهنما به جون پریا واسه دخترای جوون میگن نشینین زر کنیم واسه یکی که نیومده رفته مرد. آقا پاشین زندگی تو. به خدا من دیشب هم حالم بد بود، عشقی هم بد بود، یعنی واقعا بد بودم. یه به خودم گفتم کار دارم پاشو و تب و لرز کردم رفتم رو به مهد. تب زیاد بدن درد. صبحم سرم زدم، مدرکم دارم ولی سرمم نمیزنم. این کارو به خودم مزون نمایی. ولی الان انرژی این انرژی این حالا که میبینیم واسه این صحنه است. عاشق این نقشمونم تموم شد. چیکار؟ اینجا ما یه مدل تبلیغات رنگی داریم. من تا هر کی سرماخورد حلالم کنه. زهره عزیزم دخترم زهره. خوبی؟ عالی همه چی خوب؟ بله بریم. حالم بد نبود یعنی تو فکر بودم. باز نگین حالش بد بود فلان. هیچ کی اذیت هم نکرده. تو فکر بودم. ببینیم امروز چه خبر. ما می‌خوایم هر روز این روند رو با آقای دکتر داشته باشیم. سلام بچه‌ها. سلام. بازیگر خیلی خوبه. استعدادی که ما افتخارش معرفیش کردیم. یک استعداد دیگه این کار. بچه‌ها من یه ذره سرما خوردم بهتره. ملینای عزیزم یکی از قدرهای پشت صحنه، خانم محور که این زیبایی‌ها و اینا قرار درست کنه. آقا شما بشینید همینجا با من دیالوگ بگید. بله من فقط هیچی موهامو بدین. آره من یه سارافون باید بپوشم. حلقه عروسیه رو آوردم. بچه نکن واقعا حلقه عروسیه، حلقه فیلمه. ولی فکر کنم یه خبریه. خانم معماری آقای معلم تهیه کننده کارم. بعد سر سفره عقد و خونچو بالا و پایین اینا کلی به من قول دادن، گفتن که تو بعد فیلم من عروس میشی. خلاص حال نشدم. بعد اینکه اینجوری ما حجابم رعایت کردیم. این حالا امروز این بر باشه چطوره؟
همه صورتمو نگیره. خب مو بافتنیه. رضا بگو دیالوگا رو از اون جایی که یه بار که دو باری که اشاره بشه. رضا به خاطر اینکه فقط ریتم من تون نباشه باید شما هم به مهیارم بگینین و بعد یه کمی ریتمشون رو تند کنین، چون اون وقت وزنه میفته رو من واقعا داشتم اجرای جمعه احساس میکنم قلبم داره پایین میسته. موی بافته منو میدی؟ آره بذار ببینم میخوام اینجوری کنی بعد اون رو کش بزن، بعد یعنی تش نمیذارم هیچکی هنرش رو اجرا کنه. یک هایپر اکتیو. نه من واقعا هنرمند نیستم و اینم جوونا یاد این کار خوبی نیست دفعه اول آدم با گیری مور اینا بکنه یه چیزی به آدم میگم، ولی اینا دیگه به من اطمینان دیگه من پیرزن دیرم. به نظرم پیرزن خیلی واژه قشنگه. یه بار دیگه هم گفتم یعنی هم پیره تونسته مثل در این دنیای به پیری، هم یعنی پیری خودش یه نوع جذابیته، هم این که فرزانه است و هنوز زنانگی داره. مارگریت درست میگه زنانگی یک اشتغال مادام رو. آقای مهیار اسلامی استراب میگیره از دست من، خیلی آدرنالین من بالا سر اون یکی بازیگرای خودش بالاست. اینو باید یکی کنترل کنه نره بالا، اونو باید کنترل کنی بیاد پایین. نه اون باید بره بالا این باید بیاد پایین. چطوری امشب این دوتا رو قاطی کنیم؟ نه تو چرا نه؟ به تو چه عبی دلش میخواد؟ عبی ببین آقا اسم ما بین نجاشیم چون شما آدرنالینتون زیاد بالا نیست و بسیار آدم درونگر و پیسی وزین، اینکه آدرنالینش داره از سر و صورتش میزن بیرون. من که کلا چی بودم؟ ADHD بودم خریابا. آها الان کنترل میکنم ADHD ما. من گفتم شما دوتا رو بریزیم توی مخلوط کن برای این نمایش، بعد نمایش عوض میشد اون وقت. یعنی من واقعا این دوتا که جای برادر و دوستای عزیز من بازیگرای من اصلا فضای کار ما این شکلی هست، ولی خود غلط اضافه نکنم هرچی میگم دو برعکس میشه، ولی تا حالا نشده و همین خانواده من. ولی واقعا اگه یک مردی بود که مشخصات بن و بنو قاطی با هم دیگه داشت، یعنی مثلا هیجان نگرانی و فلان از این راستش ادا در بیاره و اینکه اون داروگرای لامصب تو میکشیده از زیر زمین. من بازیگرم بود با اینکه به نظر من شغل دنیاست به خاطر اینکه طرف مثلا دوستش داشته باشی، ولی اصلا میرفتم آخرین روز اجرا پروپوز میکردم ولی نه همشون هم یکی ته زمینه از هیجان یکی بالای زمینه نمیشه دیگه. ما خودمون کاملی نیستیم ولی یه کارایی به هر حال مثلا فیلم دیدن اینا رو آدم با یکی کسی ببینه آقا یوتیوب فیلتره؟ بله یعنی من حرفی نزدم که بیب خودمون گفتیم. خب من میگم که تو این یکی دو تا جمله بچه ها از کارشون هم دارن تمرین میکنم بگید من صرافون میشم 3 دقیقه دیگه دوباره باتم. چند دقیقه الان گرفتیم؟ الان شد 9 دقیقه. خب باشه 2 تا براتون میذاریم. بهشون قول دادم به بچه های یوتیوب قول دادم. اینی که بهتون میگم یوتیوب من نصف بیشتر درآمدش مال زناییه که میخوان شغل شروع کنن. اصلا نمیگم احتیاج ندارم، اما یه عالم الان قرض قول دادم احتیاج ندارم. بعدی سابسکرایب کنین، کار با مزه میکنیم. الان یه پیشنهادی آقای دکتر که ادمین من هستن و خیلی خیلی خوب، یعنی یه یوتیوبر خیلی مهم هستن و حالا به زودی معرفیشون میکنم، گفتن که ما روزمرگی بگیریم از این نمه، یعنی 6 دقیقه، با اینکه امروز هم خیلی هیجان زده بودیم. برای همین شما با پسرا بین یکی دو تا دیالوگ بگن، اون پرفورمنسشون رو بزنید توی. آخه بچهای ایرانی که نیستن الهی قربونتون برم، یعنی یک پیامایی من دارم که ما دلمون میخواد کارو ببینیم، یعنی خیلی ایرانی‌ها دلشون پیش نمایشه. برین دو تایی اون پرفورمنستون یه بار تمرین کنین. اگه مهیار اوکی به هم نمیز پرفورمنس یه بار بگیره تا من بیام، برو بگیر ازشون چراغا رو بزن، ما میبینیمتون.